باید بدانه یوسف کی است. برای خاطری از بالای اسب دیرتر فرامدنش خدا وی عتاب کرد. یوسف از پدر جدا شد 30 و چند سال، بعد روی 40 سال. حضرت یعقوب در غم او سوخت، چشماش کور شد و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم. چشماش کور شد. وقتی که یوسف پادشاه شد در مصر با قضای الهی، پیراهن خود روان کرد به سوی پدر بزرگوارش یعقوب. با بوییدن پیراهن چشمای یوسف بینا شد. حضرت یوسف دعوت کرد که پدر بزرگوارش به مصر بیارن از شام. جوانای خوب گوش اندازه. گفت که یوسف چی بی‌آدابی کرد؟ بی‌آدابی یوسف نسبت به بی‌آدابی ما و شما امروز نسبت به پدران چگونه است؟ چی بی‌آدابی که یوسف که خدا باید عتاب کرد؟ حضرت یعقوب با همراهی بچه ها و نبیره های باقی ماندهش از کنعان آمدند به سوی مصر. نزدیکی مصر آمدند، خبر به حضرت یوسف رفت که پدر بزرگوار و پیغمبر خدا یعقوب آمده ایستاده است. حضرت یوسف هم 40 سال قریب پدرش ندیده بود. از اشتیاق پدر، از ذوق پدر با همراهی وزیرا و خدمتگاراش سواره از مصر بیرون رفت. دید که از دور بالای اشتر سوار حضرت یعقوبی کهنسال آمده ایستاده است. حضرت یوسف گفتن پیشتر میریم، سالی از اصل فرام پیشواز پدر. اما وقتی که چشم یعقوب به حضرت یوسف افتید، از دور خودش داشته ندانسته از بالای اشتر خشد از زمین پرتافت به سوی بچه‌ش هم دوان دوان آمدن گرفت. یعنی از یوسف دیرتر فرامد و گمان یان که الله پیشتر میرم به فرام گفته که حضرت یعقوب پیش فرامدن. همین خدا ده خوش نامد، حضرت یوسف خدا عتاب کرد. چی گفت؟ یا یوسفو قسم به عزت و جلالم که من از فرزند داشته دیگه پیغمبری رو برهم بده. تو گفتم به پادشاهی اتتعاظمو، تو از روی پادشاهی بودم به نسبت به پدرت تکبری کردی. تو به پادشاهی تکیه کرده به نسبت به یعقوب بی‌پرواگی کردی. قسم به عزت و جلالم که از فرزندای تو من دیگه پیغمبر نمیبرانم. گفت پیغمبری به همین تمام شد از یوسف. ببینید برای از اصل فرامدن چی از حالی بچه هایی که امروز پدرش بیمار است خبرش نمیگیرد، چی جایی که حالا تیاکسب کردن، چی جایی حالا پدر گپ میزنن بچه های ما باشن خواهش میکنن به سوی پدر تو کاردار نشد تو اخلاق کم که دست بیفتن. جوانای عزیز، بنابر حضرت ابوبکر صدیق میگویند کل الذنوب یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامه. رسول اکرم میفرمایند حدیث روایت ابوبکر داد همه گناه را خدا عذابش به روز قیامت موقوف گذاشته است. خیال میکنن این آدم کشا، خیال میکنن این آدم دزدا، خیال میکنن این نشکشا و عرق فروشا، عرق نوشا، خیال میکنن که هم تو میرن خلاص میشن، میمورن دیگه هیچ کس اونا رو نمیپرسه. نه، اونا رو حتما خدا انتقامش از اینا میگیره. اینا من المجرمین منتقمون. اما عاقی پدر و مادر در همین دنیا خدا عذاب میکنه. پیش از آن که مرد بیاد اول همین دنیا در عذابش میکنه، بعد آن برقدی او رو با عذاب دوزخ میبره. بنابر همون جوانی که همون دختره که پدر و مادرش به احترام میکند، خواه در وقتی پیری دیوانه میشود، خواه در وقتی پیری محتاج میشود به یک برد نون، یا در کوچه میافتد میمورد. من در این با میتونم چندین مثال بیارم برای شما. هم تا آدم ها رو من دیدم شنیدم. بنابر جوانای عزیز، پدر و مادراتان دوست دارید، پدر و مادراتان احترام کنید. هر سحر یک وقتی که به کار میبرای میره پیش پدرتان درای دعا گیره. فاتحه وای سببی برکت یافتن شما میشود، دعای وای سببی دراز شدن عمرتان میشود، دعای پدر سببی به دولت شدن شما میشود. دعاش گیره. از کار که بیگم میگرده میبیاد
مانند که برای صغیرها شکلات میبیاری، برای پدرت هم 2 قندک بیار یا 2 پچینگ ملایمت بیار دستش خورد. مانند که برای زنت متریالی قیمت بها میخری، برای مادرت هم خر بیار. مادر لباسی چیپ میپوشد، چرکین. این ناجوان مرد عروسش فسان کرده لباسی $100 که در کوچه میگردد. نمیگه که مادری من چی حال دارد، نمیگه که مادری من چی خورد امشب، نمیگه که مادری من امشب گرم بود یا خانهش. حضرت حسن امام حسن نبیری پیغمبر خدا را، حضرت فاطمه را نور چشمش حکایه میکنن در کتاب ها. در کتاب مجالس الشهور در باب احترام پدر و مادر، وقتی که همراه فاطمه بشیست امام حسن نبیری رسول اکرم فرزند اول فاطمه و علی، وقتی که در پیش فاطمه میشیست نبی دسترخوانده، تا فاطمه مادرش از طعام سیر کردن دستاش تازه کردن امام حسن دست به دسترخوان دراز نمیکرد. برای چی؟ جوانای ما برای چی کنی پرسه؟ برای چی؟ مگر سیر بودو؟ فاطمه پرسید که جانی من برای چی همراه من تو طعام نمیخوری، دست به دسترخوان دراز نمیکنی؟ حضرت امام حسن گفتن مادر جان من میترسم که در این دسترخوان چشم شما با یگان میوه یا با یگان قند افزوده باشد، همون دلتان اشتیاق کند خوردنش، من نفهمیده دست دراز کنم و یگیرم در پیشگاه خدا آق شوم. حسن کی تربیه کرد؟ حسن در کدام مکتبی 10 سال خواند؟ در کدام باغچه تربیه یافته بود؟ در کدام یونیورسیته خوانده بود؟ و در مدرسه قرآن نشأ نمایا، در مسجد ما تربیت یافت. آدابی ما بین، آدابی جوانای ما که 10 سال مکتب میانه میخوانند، 7 سال یونیورسیته میخوانند، نسبت به پدر و مادر آداب اینا رو بین. دست دراز نمیکرد. به خاطر اینکه مبادا مادر اشتیاق کند و من نفهمیده او رو گیرم عاق شد. اما امروز بچه های ما خودش دسترخوان چیزی خوب شه میخورد و بیچاره مادر همون نون چای قاق میخورد. جوانای خوب، پروردگار همت عمر دراز دهد. اکنون صحبت من در اینجا به پایان میرسم.